سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با غذاهای خوزستان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. لوکن دسفول موادش آرد گندم، نخود پخت، پیازچه، کشمیر مایه، نمک و زردچوبه است. انار پیاز موادش انار قرمز ترش و آبداره، خیار، پیاز، پونه و نمک. کباب گنجشک یا برنج برخی فروشگاه گوشت مرغ به صورت خام فروخته میشه. این سیخ‌ها رو روی آتش کباب کرده با نان یا برنج و گوجه من میکنن. برخی افراد با چرخ کردن گوشت و استخوان گنجشک از آن کتلت درست میکنن. گوشت کبوتر، پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه است. همیش چغندر موادش برنج، ماش، چغندر، برگ چغندر، پیاز، رب انار، لوبیا چشم بلبلی، نمک و فلفل. آبگوشت زردک دسفولی موادش پیاز، گوشت آبگوشتی، زردک، نمک، فلفل، زردچوبه، زعفران دم کرده و لیمو امانیه. اوهوس موادش هوس یا ریه گوسفند، دل گوسفند، جگر گوسفند، پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه. شامی کباب موادش گوشت فرم کرده، پیاز متوسط، آرد سفید، آب، تخم مرغ، نمک، فلفل و زردچوبه است. دسفولی موادش گوشت، لوبیا چشم بلبلی، برنج، بلغور گندم، پیاز، بوته سیر، آلو خشک، برگ زردآلو، رب انار، نمک، فلفل و پونه است. تاس کباب موادش گوشت گوسفندی، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، نمک، فلفل و زردچوبه است. شل ارده موادش ماش، برنج نیم دانه، برگ چغندر، ارده و نمکه. برونی به آن صندلی سلطون هم گفته میشه. موادش باقالا، سیر، لیمو امانی، فلفل و زردچوبه است. دندرو موادش گندم پوست گرفته، باقالا، پیاز، آب قلم، نمک، فلفل و زردچوبه است. گده گروفته موادش پیاز، گوشت چرخ کرده، برنج محلی لپه، کشمش، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. قطیمچه کدو موادش کدو، گوجه، سیر و ادویه است. تخم مرغ یا شیره خرما با تخم مرغ موادش تخم مرغ، روغن، نمک، شیره خرما و روغنه. دوستان مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.